الا ای باغ شهری جاویدانم. الا ای باغ شهری جاویدانم، غزل در وصف تو از جان بخوانم. نهالی عمر من سرسبز از توست، بهاری به خزان و بستانم. میگویم در وصف سمرقندی قدیم و همیشه جوان. السلام علیکم همدیاران عزیز، بینندگان محترم. برنامه نوبتی ادبی موسیقی شام سمرقند را آغاز میکنیم. دوره من شما از برنامه‌های ما معلومات ها گرفته رفته ایستادید. ما همیشه درباره عالمان، عارفان، درباره هنرمندان و البته درباره تاریخ گذرهای محله های شهر سمرقند، عموما درباره تاریخ سمرقند معلومات های مشخص داده می رویم و در این کار با ما منتظم همچون کنسولتانت علمی باستانشناس مؤرخ نومان محمودوف، یکی از عالمان امروز شناخته و مشهور، یاری رساننده آمده ایستادند. و من بعد هم شما می توانید که با سوال‌های مختلف گوناگون خود با عالم مراجعت نمایید و می توانید که درباره تاریخ سمرقند معلومات‌های وسیع و مشخص را بگیرید. امروز باشد ما در برنامه درباره تاریخ گذر محله دیوال کندلنگ سخن میکنیم. برای چی محض دیوال کندلنگ آن نامیده می شود؟ در این بابت با ما نومان محمودوف حالا معلومات را می رسانند. همشهران محترم، سروری دولتمون گفته بودند که به خاطر تاریخی آینده نخواهد بود. جمعیت تلویزیون سمرقند دستور لوحه ها از تاریخ سمرقند را جاری نموده بسیار کار خیر را به عهده گرفتند. شاعر گفته بود بدا شهری که آنجا عاقلینه، برای فخر مردم فاضلینه، چه بدبخت از آن ملک و مکانی که دریا دارد و دریا دلینه. ما سمرقندیان خوشبختیم که عاقل و فاضلان بسیاری را داریم، دریادلان و هنرمندان گلدست بسیاری داریم که انشاءات‌های عالمزیب را آفریدند. درباره سمرقند دیگر تاریخچیان، گئوگراف‌ها و سیاحان دیگر مملکت‌ها که به سمرقند آمده بودند 1000 سال پیش و مردم سمرقند بسیار از بهای عجیب دادند. من مثلا گئوگرافی عصر ده ایران ابو اسحاق استخری نوشته بود در کتاب خود کتاب المسالک و ممالک. مردمان سمرقند مردمانی با جمال و نیکروی و آهسته و باوقار باشند و مروت و پاکیزگی ورزند. یا که ابو سعید عبدالرحمن ابن محمد الادریسی در تاریخ سمرقند این عصر 11 چنین بها داده بود: در نشان یعنی گرب، در نشان و بیرق سمرقند پلنگ تصویر یافته است. موافق روایت در دوره اساسگذاری شهر از کوههای اطراف زرافشان پلنگ به شهر فرود آمده، اطراف دیوال سمرقند شهر را دور زده باز برآمده می رود. از همان زمان سر کرده سمرقندیان را پلنگ می نامند. آنها مغرور و یکرو با دروغ تاب ندارند و به گنداشتن بایگری میل نمی کنند. قلب آنها فقط شأن و شهرت و عزت و اکرام را می پسندند. عاقلان می گویند که این نتیجه تاثیر زمین سمرقند است. سمرقندیان به کدام مملکتی که نروند از آدمان دیگر فرق می کنند. قلب سمرقندیان به زیبایی مائل در بین آنها بسیار استاهای بزرگ هستند که معجزه های عالمزیب را می آفرند. ما درباره انمی خیلی سمرقندیان مشهور درباره آنها، درباره کارهای آنها که انشاءات های عالمزیب را آفریدند نقل کرده می رویم. امروز موضوع ما چطوری که گفتند درباره دیوال کندلنگ می باشد. سمرقندیان همه میدانند محله دیوال کندلنگ است. خود دیوال نمانده باشد نامش ماندگی به سمرقند، لیکن از کجا این پیدا شد؟ برای چی دیوال کندلنگ میگویند؟ ما درباره این به شما تماشاگران محترم کمی باشد معلومات میدیم. معلوم که در عصر 8 پیش از میلاد در ساحل سیاه یک منزلگاه پیدا می شود و اهالی آنجا آن را با بلندی ها تپگی ها احاطه کرده می گیرند. بعد چند مدت در آنجا به جای همین منزلگاه شهر پیدا می شود، شهر با ارک خود که آن سمرقند قدیمه بود و آن را با دیوار احاطه می کنند. این دیوار آنقدر دراز نبود چون که شهر خود آنقدر دراز نبود و یک قسم این دیوار را حاضر سمرقندیان در نزد بازار سیاه در پست حضرت خضر مسجد یا که سمرقندیان باز پیتیچوک میگویند یک قسمش را دیدنشون ممکن همین باقیمانده همون دیوار. لیکن شهر
با گذشتن زمان تا رفت وسیع شد رفتن گرفت. در عرفه هجوم اسکندری مکدونی حدود شهر کلان شد و آن با دیوال احاطه شد که این دیوال یکمی مدافع سمرقند بود. دیوال مدافع بیرونی میگوییم این رو، چون که دیوارهای درونی هم بود، داخلی. دیوارهای داخلی این در گرد ارک شهر، عبادتخانه ها، منزلگاه طبقه های بالا را با دیوارهای داخلی احاطه میکرد. لیکن ما امروز سخن را درباره دیوارهای مدافع بیرون سخن میرونیم. ما در این خریطه نشان ساخته دیدن ممکن است که یکمین دیوالی که در عرفه هجوم اسکندر مکدونی بود، این رو دیواری مثلا شرطن، مثلا دیواری سوخت نمیگوییم، دیوار انتیک میگوییم، همون زمان ها ساخته شده بود. این رو تاریخچیان یونان 70 استادی گفته بودند. 70 استادی این با متر امروزی گوییم اگر 10.5 کیلومتر رو در بر میگیرد. لیکن با مرور زمان که شهر زیاد شده گرفت، باز احتیاج پیدا شد که دیوال نو سازند، دیوال مدافعی نو، چون که هجوم های میدانیدن، هجوم های کوچمنچیان، هجوم های دشمنان های بخاری بیرونه بسیار میشد. بعد دیوال نو سمرقند رو احاطه کرد که آن رو سر میشد از کنار ماترید، شمالی ماترید، آن میرفت تا چوپاناتا، باغ بلند، باغ میدان رو گذشته، در قسم غربی چوپاناتا کوهک میگفتند گذشته، با کانگیل، از کانگیل پول مغول گذشته، بعد حاضره حدود سمرقند رو گذشته از جنوب تا از همین دیوال کندلنگ میگیم، از همونجا گذشته میرفت، گذشته لالازار تا لالازار، از لالازار در همون فابریک شاهی بافی که شالکت کسک فابریک میگیم، از همونجا کوچه فردوسی رو بریده آن تا کوچه تا بریش کوچه های سپیتامن و بیرونی، یعنی از پاورات میگیم، از همونجا میرفت، از همونجا گذشته تا وокزال راه آهن، وокزال راه آهن میرفت و از وокزال راه آهن قندوزسوفی تا باز همون ماترید میرفت. وقتی که در زمان پیش سمرقند میگفتند، فقط حدود شهر رو نه، بلکه با اطراف دیهاتی خود، ما چیزا میگیم سمرقند سیلسکی میگیم، همون تریتوریوهای هم بدر آمد شهر بود. ناحیه سمرقندی حاضره جانبی و برای وقتی که این دیوال پیدا شد، بعد این دیوال در عصر 4 ماه پیدا شده بود، ساخته شده بود. بعد در عصر 6 جنگ ترکا با افتریت‌ها می شود. جنگ ترکا با افتریت‌ها که جنگ میشه، دیوال خراب می شود. وقتی که عرب‌ها استولی عرب بگذرد، باز به دیوال احتیاج پیدا می شود. بعد سمرقندیان اجدادانمان چه میکنند؟ قسم شمالی و شرقی رو میمونند. این دروازه دیوال کندلنگ وقتی که میسازند، حالا نام دیوال کندلنگ نداشت. آن بعد در عصر 15 آن رو دیوال کندلنگ نامیدند. برایش دیوال کندلنگ نامیدند. ما میفهمونیم با شما. قسم شمالی شرقی رو ما نگاه داشتند و بعد با قسم نوش باز وسیع‌تر کرده دیوال نو ساخته شد. این از همون پول مغول، از کانگیل پول مغول دوام داده، با طرف جنوبی رواج یافته، از طرف غربی هم تریتوری رو گرفته وسیع شد. چک‌های کلانتری این دیوال رو گیمه دیوال قیام، بعد در عصر 18 دیوال قیامت نام گرفت. از چوپاناتا قسم شرقیش، قسم جنوبیش تا درغامه بود، قسم غربیش تا خشروه و قسم شمالیش تا قندوزسوفی. بعد شما بس خریطه نگاه کنید، اگر دیوال اوله بعد دیوال قیامت کندلنگ ساده است. برای همین سمرقند این رو دیوال کندلنگ، خود دیوال ویرانشده باشد قسماش ماندگی بود، برای همین این رو دیوال کندلنگ نامیدند. محله دیوال کندلنگ هم در جای همون دیوال جای گذاشته، در همین جای گذاشته است. تا لالازار رفتن از همین میگذشت، برای دیوال کندلنگ میگن. دیوال قیامت وقتی که ساختن، این 8 دروازه داشته باشد سمرقند در با دیوال کندلنگ، در وقتی که دیوال قیامت رو ساختن 12 دروازه شد. اینو باقی مانده های این دیوال قیامت رو تا نزدیکی خود در موضع سرتپه، در زواد، در پهلوی زواد سوپرفسفات دیدن ممکن بود. این دیوال ها و بیاد کن وقتی که سال 1926 کتاب خودگردش افراسیاب نام کتابچه رو نوشت، در اینجا بسیار باقی مانده های دیوال ها رو به صورت گرفته بود. در اینجا همون دیوال ها رو در صورت نشان میدهد. نیست مونده است. دیوال یکم، قسمی غربیش، باشنه، قلعه در
دیوار هر یک دیوار خود قلعه داشت. وقتی ما سمرقند میگیم که اون دیوار کجا رفت؟ اون دیوار نیست تازه، لیکن تپه تپه شده موندگی. ما میبینیم تپه گو آدم‌ها باقی مانده دیوار هستند. تپه هایی که هستند؟ تپه گو هستند. من سر تپه میگیم زرگر تپه، دیگر تپه ها و قلعه باقی مانده قلعه. همینا همش خود انامون دیوارهای سمرقند است. مرا دوستان عزیز یک معلوماتی خورده که مشخص را به دقت شما نومان عثمانویچ پیشنهاد نمودن. البته معلومات خیلی هم بسیار است. من شما با من مراجعت میکنید بسیار وقت در برنامه‌هایمان که ما درباره دیوارها حرف زنیم، درباره دروازه‌های سمرقند حرف زنیم. عموما مساحت پیشینه بعد از اون وسیع شدن دیوارهای و دروازه‌های سمرقند حرف زنیم. من بعد ما با کنسولتات علمی خود نومان عثمانویچ در همین باره به شما معلومات ها داده می رویم و شما البته می توانید که در رفت این برنامه ها به ما با سوال ها مراجعت کنید. اون سوال هایی که برای شما شوق آورترن، برای چی سر تپه صد تپه نامیده می شود و من برای خودی من هم همچون تماشابین بسیار وقت من خود هم می خواهم بدانم که برای چی دیوار قیامت میگویند. من این چیزها بسیار هم از تاریخ گذشته سمرقند ما و ما می توانید معلومات های پره و عجایب را بدهد. در این باره ما البته امید داریم که چون پیشینه شما از برنامه‌های ما برخوردار میشید، معلومات ها گرفته میروید و من استاد عزیز ما معلومات‌های وسیع‌تر را برای ما و شما تیار کرده آورده پیشنهاد میکنند. بیان امید میکنیم تماشابینان محترم بیایید نباشد ما با گذری به محله دیواری کندلنگ رویم که در آنجا امروز اهالی با چی کار مشغولند، در آنجا چگونه انسان‌ها زندگانی میکنند و عموما مرکزی محله در کجا جایگیر است. در گذر قریب 17 تا کوچه بوده، اهل آن خلق مهنت‌دوست و زیایی‌اند. زنهای فعال باشند در اجرای قرار و دستورهای دولتی، پیشگیری سودای آدم، کار با نابالغان، تربیت فرزندان محله، دوام دادن عرف و عنعنه و مراسم‌های خلقی دائما پیش صفند. در جمعیت ما امروز زنها پهلو به پهلو با مردها برابر کار و مهنت و ایجاد زندگانی کرده در برابر آن فرزندان را تربیت میکنند. همچنان استقامت کنندگان زنهای با هنری گذری دیواری کندلنگ را هم همچنین گفتن ممکن است، زیرا آنها امروز در پیشرفت حیات اجتماعی مدنی معرفی هم گذر و هم جمعیت و سمرقند ما سهمگذار شده می آیند. در این گذر نزدیک 1200 تا زنهای فعال زندگانی میکنند و با چگونه کسب و کار آنها شغل دارند. حالا حاضر ما از مصلحتچی همین محله خدیجه محیدینونا پرسان میشویم. زنهای ما محله با جدا یکدیگرشون کده ایناق، یکدیگرشون جدا حرمت میکنن. محله ما با تدبیرکار زنها جدا همویل کدامی که اینا شاگردای تیار میکنن. مثلا زنهای کرده دویز، چوک دویز، قخمه دویز، گوره قرص میدوزن، تور دست رو مالچه میدوزن. بغرض این سانی محله ما با کاندیترسکی سیخ ما هست. اونجا جوانا زنها کار میکنن، اساسا زنها کار میکنن، خودشون با شاگردها هستن، شاگردای تیار میکنن. عموما گرفتم با من همین زنها که مصلحت کرده دیگه من این شهر رو با زیارت برفتیم. مثلا نوراتو برفتیم، تاشکند شهرش برفتیم، بغزین بخور رو برفتیم، قدمگاه سمرقند قدمگاه جاهاش زیارت کردیم. باز نیت کردیم پیشش عید من حاضر زنها کتی صحبت کردیم با یک چغ زده میبیم گفته مصلحت کردیم. در گذر ورزشکاران نامی از قبیل حضرت قرف دلشاد، شوکتوف شهباز و دیگران در چمپیونات‌های گوناگون اشتراک نموده نام گذرشان نام سمرقند و ازبکستان را در دنیا شهرت یار گردانیدند. استای هنرمندان از قبیل یونس و صدیقه، قیم و اغلای، شروپ و حنیفه، روپ و میسر، از جوانها بردی فردوس جان و غیره و دیگران در دوام دادن عنعنه‌های قدیم و جسمانان سالم بودن در غیرت و کوششند. Obodonlashtirish korhosha burdan ba 2005 solo mana mahalle markazga hashar rohashkati soxtim. Ina hamisha xalqi xudamo hamisha ishdagi aholi yordam kad ki pul kadi yordam kad ki material kadi yordam kad ki o xudash bromda kor kad ki o avqot puxtalarda hamin hashar choba avqot puxta dodan hamin binoya dani yak solba خودمو کوچمو ساختیم. من خودتون دیده استاتون چه خیلی خوشره. محلی مون
در این شهر با بهترین حساب می‌یابند. من همین سال خودش به 3 مرتبه سمینار کرده همین شهر بوینچه область بوینچه محله اقساقلوش جغزده نشان داده همینجا سمینارها کردن. ما نه محله برورده نشان دادن 250 تا درخت شناندیم 1200 تا گل شناندیم. این بیغاز من همین سال خود 1200 kvadratli metr joy asfalt. Hamma rayya asfalt kردیم کوچه‌ها. همیشه خودمون کوچه‌مون کردیم. همون اهالی کوچه‌اش کردیم. کدا اجرا شدگی کاراییم. پیرانی برنادیل نیز میگویند که آداب از خردی در جبین نسل نورز با پند و نصیحت فخریان راهنمایی آنها به حیات پاک و آسوده تربیت کرده شده در این کار آنها دائما آماده‌اند. جوانها به شرایط بسیار هر که از دانشش امکانیتش همین فایده برده خلق به نزدی برسه مثل جوانها محل ما به جا بسیار. دوستان عزیز ما برنامه‌هایمان را ادامه می‌دهیم. مانا طور شما دیده ایستادید ما در احاطه زنهای پیران نورانی همین گذر نشسته میگویند به پیر نرو تو در امانی گرچند سکندری زمانه. آن چیزی که ما میدانیم البته از گذشته است از تاریخ بای است. هرچی میراث بایی که ما داریم از همین گونه مادر بیبی ها ما می‌آموزیم. از این لحاظ هرچی که آنها میدانند امروز ما باید که از خود کنیم از یاد کنیم و برای نسل‌های آینده فرزندان آینده خود آن را برسانیم. من در پهلوی من قیمو و اغلایاتی نشستم. از قدیم مانده است سرود و شعر و ترانه های بسیاری در گذرها که چندی از آنها را حالا به دقت شما حواله می‌سازند. مرحمت. دسترخوانم سرخ بود از ترکش صوف بود دنش قرص و پیچک بود و لیلی و دسترخوانم و لیلی و دسترخوانم دسترخوانم ادرس بود قتلم اکای قط بود و لیلی و دسترخوانم و لیلی و دسترخوانم لیلکم گم شد لیلم اینی کش بود و لیلی و دسترخوانم و لیلی و دسترخوانم. بیبی جان من گوید که من همین شعر شما چند ساله بودید که از یاد کرده بوده؟ من این شعر وقتی مادرم و مادری من که بسیار آدم عادی بودن ماهانش شنانده من همین زردوزی، چاک دوزی، قخمه دوزی، قلپاق دوزی های یاد داده برابر خودشان مهم به همین های یاد می دادن. همون وقت من صنف های 4-5 به می خوندم که قطار دخترچه های جمع کرده همین کسب هنرهای مادرم رو می گفتن. تا حالی مهم از همین ها کس موندگی من این زردوزی ها که من نورانی ها شده در محله دیوالی کندلنگ جمع آمده همین کسمموی دوام داده استاده. یعنی دختران جوان ها یاد گیرند فایدهش بسیار می؟ همین اکن از مهان میراث ماند گفته دخترکای یاش به همین مهان اما میراث ماند یک روز آنم نو بیم نو همین کسم مهان به یاد دادن گفته مهان اصلاح کنن گفته همینا به یاد داده میشنه مهان همه وقت میگیم که همین یاشکا همین مهان میتون نستگی ترتیب انتظام حرمتی کلانای جوش با آورده استن برای همین حرمت کردن یاشای همه وقت دعوت میکنیم. طوری میبینید مامای بیبی های نیز در این گذر زندگانی دارند که از ایجادیات دهانکی خلق شعر و ترانه ها و سرودهای بسیاری را میدانند که برای برنامه ما مخصوص برای روزی بنوارگیری نمونه های بسیاری را از آن قرائت نمودند. باغ درای توتی جان چار باغ درای توتی جان باغ درای توتی جان چار باغ درای توتی جان من اگر حلقه شوم به گوشی توتی می شدم من اگر مال شوم به سری توتی می شدم توتی جان بالاشینه دامانتان در نگیرد توتی جان بالاشینه دامانتان در نگیرد از برای عشقتان ملا پاچم زن نگیرد از برای عشقتان ملا پاچم زن نگیرن باغ درای توتی جان چار باغ درای توتی جان باغبان در راکشا من گل تماشا میکنم
گولتا نمیکنم از دور تماشا میکنم گولتا نمیکنم از دور تماشا میکنم باغبانی گل بودم هرگز نکندم یک تا گل باغبانی گل بودم هرگز نکندم یک تا گل گل به دست ناکسای یو من ادای یک تا گل گل به دست ناکسای یو من ادای یک تا گل. میر ایوب و بهر نیسا خاله هم هینی صحبت با ما گفتند که چند از شعرهای قدیمه رو در خاطر دارند. حالا ما خواهش میکنیم که برای ما و شما آن را قرائت نمایند. مرحمت. کشیدم دختم خونو بخوردم به دستی صاحبش رمال چتختم الهی صاحبی زنده باشد به دستش گیرد و زیونده باشد. اینا کی بچه خیلی میخونده تو؟ من وقتی بیم دادیم جنگ با مونده رفتگی من اخو مایده من نمیدونم دادیم سونی کلان شاگی بیم ماشین میکردن وقتی ماشین کشیده شما همین اشیاء میخوندن همه اسم مونده بود بچگیم با وقت میگذرد زمان دیگر میشود ولیکن نگاه نکرده به این یکی از عرف و عادت عنعنه‌های قدیمی مردم ما کلان کردن کودکان در گهواره مانده است. ما از خردسالی میدونیم که در خاندان هر یکی ما گهواره است. من در اینجا ما میخوایم که پریزدایی را حاضر به گهواره بندیم. طفلک خردک شیرین مهربان است. مادران میگویند که وقتی که فرزند در گهواره کلان میشود فرزند قابل اهل صالح میشود و اومد دوام همین سخنان را حاضر حاجی آنه به ما گفته میدهند. برای من همین مراسم را گذراندن در اینجا چیزهای موادهای لازمه را من آورده ماندن. مرحمت ماما جان. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین بار در هر خاندان که کودک تولد می شوند برای آنها گواره بستند در کار که این یکم وطنی فرزند هست. همین گواره کلان شدگی فرزند قد و قامتش بسیار زیبا هم فرزند نغز اهل صالح شده کلان شده نشه براش اولین بار یک مبارک بادی میکنن ثانی وای فرزند با عمر دراز رزق فراغ خدا از خدا میطلبند برای همین ما یک تازه مبارک میکنیم که این عرف و عادت‌های از قدیم ماندگی. الها آمین الها آمین. مبارک بادی عمر خیر رزقش کتی پدر و مادرش کتی عقل و تمیزش کتی الله دادگی باشد. من امروز اینجا گهواره بندام میکنیم گهواره میبندیم آینده امید داریم که همین دخترچه مؤمن مسلمان شده پدر و مادر قدرش میدونستگی فرزند کلان شدگیش ما از خدا میطلبیم. آمین و رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. الله اولش قرقاق میکنن که بچه نترسد گفته یعنی که ترسد از تر دور شود. دویمش همین که سیایی میمولن که از همین جن و عجنه ها بچه دور شود نوتر شده کلان شود گفته. ثانی خیلی میبندیم وطنش بکی الله تعالی الهیم همین بچه قابل صالح شده قامتاش زیبا شده کلان شود. برای چی من در اینجا کارد هست پیاز هست کارد برای بسم الله الرحمن الرحیم. من کارد میمونن که اولا رزق ریزش بسیار نقش شود بلند شود گفته کارده همین میتیان شوانش دراز شود همیشه گفته من شونه مویکاش دراز شود و سرمه شده مویکاش دراز کده شونه کده گردد. من آینه بختش آینه برین رشنایی شود. من این قیراقچه الهیم سرش از سنگ شده کلان شود بی درد بی غم شده میکننده کن از قدیم ماندگی همین عادت ها میه حالی ما دوام داده ایستادیم. اما همین دوید همین دخترک خردک رو میبندیم. حاضر اکن اول قرقاق میکنیم که نترسد گفته. حاضر چی دستتون چی پخته مانسی من حاضر گوگل کردیم گرانه کمک اکبری وای نشد. بسم الله الرحمن الرحیم. دستی منی دستی پیروز تاسا دستی بی فاطمه زهرا خدیجه کبراها الهیم همین بچه سوق و سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم کلان شده بی درد و بی غم شد از ترس و وهم دور شود. بسم الله الرحمن الرحیم. دست از من سبب از خدا الهیم به عقل و به تمیز قابل شود قابل شده مادرش از اون نده کلان شد.
منی پیازشه مادرش میخواید دنی منی سیایی با میانزه سونه همین سیایی کته بسم الله الرحمن الرحیم یعنی میمول Orosda kelin? این برای چی این مراسم رو کرده ماما جان؟ برای همین میکنن که این از ترس و هم دور شود چیایی میمونن که جن و عجینه اکن این با تاثیر نکنن بسم الله الرحمن الرحیم من دست من سر از خدا شد الله انا مادرشون هم ناتر شوند شیرشون میل شود شیرشون میل شود گفته همینه میکنن چون اینا تگی سرشون میمونن انا دیم انا اکنون کارده اول میکنن که من بسم الله الرحمن الرحیم این تو مانیمی این تو مانیمی این تو مانیمی ها الهیم رزقش میل شود و با عقلش کلان شد ها گوشت ها بسم الله الرحمن الرحیم من شانه بسم الله الرحمن الرحیم انت مانیمی انت مانیمی انت مانیمی ها موهاش دراز شده شانه کده گردد الهیم من آینه چش بسم الله الرحمن الرحیم انت مانیمی انت مانیمی انت مانیمی ها الهیم بختش آینه برین سفید شود انت مانیمی انت مانیمی انت مانیمی ها سرش از سنگ شود قامتش علیف برین شود اکنون بچه میبندیم خدا خواهد نصیب باشه بیاریتون اکنون شفای دخترچه من این دخترچه کلون شود الهیم با عقل شود بی درد شود بی غم شود اولین بار اینا این تو دستک باید کنیم بسم الله الرحمن الرحیم وای جوانی اونیسته مانا کت این تو مانه من این تو مانه من های این تو مانه من من بعد از این مادرش ایره مکندن در کورو من این برای نانش بتون شود الهیم همیشه نصیبش بتون شود مادرش من نان میگذونن من بسم الله الرحمن الرحیم اکن اینه کته مگریزم بچه ها سانی بوی لکه ده اینه همه بمیتیان دخترچه در همین وقت میگریزد این بالاش به دسترخانه ها میتیان که رزق ریزش مول شود گفته بسم الله الرحمن الرحیم گفتم من با بالاش دسترخوان پرتافتن بعد از آن تی دادیش میپرسونن که خوب ولود شود دادیش برین گفته دادیش اکر خوب ولود چامده خمیرنده برای هم خوب ولود شود گفته من شد اکن در آخر اکن این بورساقو کده سانی دراری این با یک دعا کن در کن من این اکن چموقه شکستن در کن یک نترسد لپی دادی سخت بزنن نترسد بچه ها داد گفت نترسد گفت بسم الله الرحمن الرحیم خیر اختم ایوای مسکنه چموقه انا لپی کچوما وغیر بگور شد نترس انا سرش از سنگ شود شد و در آخر البته این حلبه ها رو این چارشلک الهیم همین رید فرستانه الله گفته شیرین شکر بسم الله الرحمن الرحیم من هم انا وون هم بنیاد های نیک همین کنفیت ها رو میگیریم همه یک تا دو تا من آخر برای این یک تا من همه یک تا دو تا در دستشون تماش بینان عزیز همین گونه از شیرینی ها میگیرن من به هم دیگر داده ایستادن ما بهم برده چیت اکن آمین میکنیم یک تا این بدو آم کنیم الهی آمین پروردگارا الهی همین وطنش خوش به نصیب روزی کند نغزه که قابل شده خورد بیش از عذاب نتی ارسل کند الهی پدر و مادرش به نصیب کند
کند. الان دختر اهل صالح شده، کلان شده، آینده به عملهای نیک کرده. فرزندی پدر و مادر به رحمت میاردگی فرزند شدن از خدا میپرسیم آن. آمین و رب العالمین به رحمت که یا ارحم الراحمین. و البته این برای حاجیانه باز یک توفهش و ایریمش همچون ایریم به حاجیانان همین توفه رو تقدیم میکنند. میگویند طفل گریانم کلان شو، در جهان از من نامدار شو، نامدار شو، نامدار شو. وقتی بیدارم تو باشی، گنج شهوارم تو باشی، در جهان نامداران نامبردارم تو باشی. طفل گریانم کلان شو، در جهان از من پایدار شو. من همین گونه عرف و عادت های قدیمای ما است که ماماهای عزیز ما آن را تا به حال دوام داده ایستادند. امید دارم که کلان شده مکتب ها برود الله به وقتی پدر و مادرش همیشه ساق باشد الله. به وطنی مهربان ما خدمت کند الله. دختر که با ادب و اهل صالح شود الله. چکره چکیدن گیرد زلفاش خمیدن گیرد، چکره چکیدن گیرد زلفاش خمیدن گیرد. دو از رخی جنانش عرق چکیدن گیرد، دو از رخی جنانش عرق چکیدن گیرد. میروی و میروی خنده کنا میروی، میروی و میروی خنده کنا میروی. خنده کنان چی باشد جلوه کنا میروی، خنده کنان چی باشد جلوه کنا میروی. چکره چکیدن گیرد زلفاش خمیدن گیرد، چکره چکیدن گیرد زلفاش خمیدن گیرد. دو از رخی جنانش عرق چکیدن گیرد، دو از رخی جنانش عرق چکیدن گیرد. رفتی رفتی رفتنات صدقه را گشتنات، رفتی رفتی رفتنات صدقه را گشتنات. رمال کج بسته ای صدقه کج بستنات، رمال کج بسته ای صدقه کج بستنات. چکره چکیدن گیرد. البته دوستان عزیز ما امید داریم که مادران پیران همین محله در حین من مهنت کردن تیار کردن همین گونه چیزهای قدیمه هنرمندی می باید هم همین شعرها رو فراموش نکرده برای ما اولادان آن را میرسانند. من بینندگان عزیز بینید که در طول یک وقت کوتاه ما کمی هم باشه یک معلوماتی خردک را درباره حیات کنونه استقامت کنندگان محله دیوالی کندلنگ با شما این پیشنهاد کردیم. استاد بینید که من امروز اهالی با چگونه کار و کسب مشغول هستند، ولی که ما باید که تاریخ را دانیم. البته تاریخ رو ما خوب دانسته نمونده کن. تاریخ هر یک دولت هر یک مملکت چقدر معلوم است در یک جا نمیستد، ترقی میکنه، دیگرگونی ها پیدا میشه. من حاضر سمرقندیه که 2 سال در سمرقند نباشد بیاد سمرقند رو نمیشناسد. البته چقدر دیگرگونی ها به عمل آورده شده. چیز حیات برای عمل، لیکن تاریخمون رو دانسته نمونده کن. دیگرگونی شده پیشتر چخیل بود، چخیل دیگرگونی شد. اینو هر یک سمرقندی دانستنش در کن. فیلسوف یونان گفته بود که بر یک دریا 2 مرتبه در آورده نمیشود. چون تعلیمات چرا در آورده نمیشه؟ ولی چی در آورده نمیشه؟ چون که آدم تا 2 مرتبه در آمدن آب آخذ میرود، در ساحل جوری شده میرود. گشتش برامون و هم خیلی یک تعلیمات راش هست که در یک دریا 2 مرتبه در آمدن نمیشود. ما هم میگیم سمرقند چون دیواج یافته دیگرگونی شده رفته ایستاده است، لیکن ما تاریخ رو خوب دانسته نمونده کن، فرق کردن نمونده با تاریخ خود. چون که ما استقامت کنندگان همین شهر باستانی هستیم. خوشبختیم از آن جهت که در شهر زندگی میکنیم که در دنیا نایاب است. یک 2 شهر با سمرقند میتواند برابر شد، نباشد سمرقند یگانه است. برای با سمرقندیان موفقیت ها میطلبیم با کارشان و شهر خود را دوست داشته آن را دائم آباد و آزاد نگاه داشتنشان خواهشمندیم. تشکر میگیم، تشکر برای این صحبت. من بینندگان محترم در همینجا برنامه امروزه ما به پایان رو رسید. دوره شاعر میگویند سمرقندم زی تو میفخرم امروز، سمرقندم زی تو میفخرم امروز، زی بس کی هستی بوستان شهرم امروز. جهانی دیگر جز تو ندارم، توی در دهر تنها دهرم امروز. خدا حافظی میکنیم در همینجا. شاد و پیروز باشید. برنامه ما با آخر رسید. خیر دوستان محترم.